و با او در زندان دو جوان داخل شدند. یکی از ایشان گفت خود را در خواب می بینم که انگور را برای شراب می فشارم. و آن دیگر گفت خود را در خواب می بینم که به سرم نان می برم و مرغان از آن می خورند. ما را از تعبیر آن آگاه ساز، ما تو را واقعا از نیکوکاران می بینیم. ای دو دوست هم زندان من، اما یکی از شما آزاد می شود و به بادار شراب می نوشاند و اما آن دیگر به دار آویخته می شود و مرغان از سر او می خورند. در موضوعی که سوال می کنید چنین حکم شده است. و یوسف به یکی از آن دو تن که می پنداشت آزاد می شود گفت مرا نزد بادارت یاد کن. اما شیطان یاد یوسف را نزد بادارش از خاطر او برد و یوسف چند سال در زندان باقی ماند. پادشاه مصر گفت در خواب 7 گاو فربه را می بینم که 7 گاو لاغر آنها را می خورند و 7 خوشه سبز غله و 7 خوشه خشک را. ای کلان شوندگان، حکم خوابم را روشن کنید اگر خواب را تعبیر کرده می توانید. گفتند خوابهای پریشان است و ما به تعبیر خوابهای پریشان آگاهی نداریم. یکی از آن دو نفر که از محبس نجات یافته بود و بعد از مدت یوسف را به یاد آورد و پادشاه گفت من شما را به تعبیر این خواب خبر می دهم، پس مرا نزد یوسف بفرستید. یوسف ای مرد راستگوی، برای ما تعبیر رویای 7 گاو فربه که آن را 7 گاو لاغر می خورند و 7 خوشه سبز و 7 خوشه دیگر خشکیده را بگو. شاید من به سوی این مردم برگردم تا ایشان بدانند. یوسف گفت 7 سال پیاپی طبق معمول زراعت می کنید، پس آنچه را درو می کنید در خوشه آن بگذارید مگر اندکی از آن را که می خورید. باز بعد از آن 7 سال سخت خشکی و قحطی می آید که آنچه را برای ایشان از پیش ذخیره کرده بودید می خورند مگر اندکی از آنچه که برای تخم نگه می دارید. بعد از آن سالی می آید که در آن برای مردم باران فراوانی می شود و در آن انگور و دیگر دانه ها را می فشارند و از آن آب می کشند. پادشاه گفت او را نزد من بیاورید. اما یوسف هنگامی که فرستاده نزد او آمد گفت نزد بادارت بازگرد و از او بپرس و موقف زنانی که دستهای خود را بریدند چیست؟ بیگمان خداوند من از مکر ایشان آگاه است. پادشاه به زنان گفت هنگامی که می‌خواستید از یوسف کام بگیرید موقف شما چی بود؟ گفتند پاک است خدا، ما در او یعنی یوسف از بدی چیزی نیافتیم. زن عزیز گفت حالا حق آشکار شد، من با او برای کام گرفتن مراوده برقرار کردم و او واقعا از راستکاران است. این را گفتم تا بداند که من در غیابش به او خیانت نکردم و خداوند هرگز نیرنگ خائنان را رهبری